80 سالگی غلبه که به خود قربانیان و قهرمان‌های ابرمردان شجاع را به خود گذاشت. جنگی که در آن کودکان و مادران و پیرانسالان قربان شدند و میلیون‌ها لشکران و ابرمردان شهید شدند که آن را جنگ دوم جهانی می‌نامند. آن جنگ تمام روی عالم را تکان داد و زندگی مردم جهان فلج گردید. به این جنگ زیاده از 300,000 مردان تاجیکستان به فرانت SSR فرستاده شد که 50% قابل مهنتی همان دوره تاجیکستان را تشکیل میداد. ماه اکتبر سال 1943 اتفاق شوروی با فاشیستان در محاربه نزد دهه سمردین نمیتوانستند در جنگ شدید با فاشیستانیان غالب آیند. در همان لحظه زاده اشزمین توچی اریگیتوف به نقطه استحکام امپراتوری فاشیستان نیمیز که با تیر و تفنگ لشکر اتفاق شوروی را نیست و نابود میکردند، توچی اریگیتوف جسم خود را به نقطه نشانی امپراتور گذاشت که در همان لحظه به همیرقانش راه گشاد و از بالای فاشیستان غالب آمدند. ولی توچی اریگیتوف در جای حادثه در همان لحظه از تیر و تفنگ فاشیستان قهرمانانه هلاک گردید. 21 فوریه سال 1944 به توچی اریگیتوف عنوان عالی قهرمان اتفاق سوئدی سرفراز گردانیدند. 9 می سال 1945 اتفاق شوروی گرمانی فاشیستی را شکست داده غلبه کرد. به غلبه در انتظار نیز 80 سال گذشت، ولی یادی قهرمانان زنده‌یاد در قلب‌های خلقی سابق اتفاق سوئدی زنده. 80 سالگی غلبه مبارک توچی اریگیتوف. غلبه مبارک خلق تاجیکستانی عزیز.